قاعده 99 به معجزه حفظ قرآن عظیم الشان توسط خالق متعال ایمان داشته باشیم. ما مسلمان ها عقیده داریم که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان گفته که من اینمی قرآن حفظ میکنم. بنابراین حفظ قرآن عظیم الشان معجزه قرآن است. یکی از معجزات قرآن حفظش است که از طرف الله حفظ میشه. به می خاطر است که وقتی ما و شما میگیم به هزارها، در هر قریه به صدها هزارها حافظ قرآن است و به میلیون ها و میلیاردها حافظ قرآن است. وقتی که تعداد حافظای قرآن بسیار زیاد است، به این خاطر همین ثابت میکنه که الله سبحانه و تعالی هیچ کتاب دیگه حفظ نکرده. خب یک کس انتقاد میکنه میگه خب کتابای آسمانی دیگه هم کتابای آسمانی بودن، نه؟ تورات و انجیل و زبور، اونا رو الله حفظ نکرد. ما میگیم که معجزه از اونا حفظ نبود. الله گفت که کتاب ما نازل کردیم، اما حفظش الله تضمین نکرده بود، معجزش نبود. و این مخصوص قرآن است که معجزه قرآن است که چی است؟ همین کتاب ها باید چی شون؟ حفظ شود، قرآن عظیم شان حفظ شود. پس ما و شما به این چیز داریم، ایمان داریم.